علیه و سلم می‌فرمایند آنقدر ذکر الله را بنمایید که مردم شما را دیوانه بگوید. نیست دیوانه که دیوانه نشد، این اساس را دید و در خانه نشد. میشنویم از دور نزدیک که الحمدلله ثم الحمدلله، من را و تو را مردم دیوانه میگویند. بگوین با آواز بلند الله اکبر. اگر از شما بپرسند که آیا جناب رسول کریم صلی الله علیه و سلم را دیوانه گفته بودند، همه با آواز بلند بگوین که بله گفته بودند. پس افتخار میکنیم که ما دیوانگان رسول الله هستیم صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. نزد بزرگواری کسی میرود و برش میگه که همین کسانی که اهل ذکر هستند، کسانی